از 11 تا 17 ماه روان در کتابخانه عمومی ولایتی به نام تاشخوجه اسیری دوری سوم آزمون جمهوری فروغ سپیدانه کتاب است برگزار گردید. در آن 1114 نفر شرکت ورزیده دانش و ملکه خویش را در نزد حکمان نشان دادند. آزمون 5 روز با اشتراک وسیع مؤسسه‌های تعلیمی میانی مقیاس ولایت دایر شده 90% اشتراکچیان آزمون را تشکیل داد. در روز ششم آزمون بین دانشجویان، آموزگاران و نمایندگان کسب و کار گوناگون ادامه یافت. هر یک اشتراکچی کوشش به آن داشت که مهارت و ملکه خود را نشان داده به دور نهایی آزمون را خط گیرد. هر نفری آزمون با از خود نمودن میراث نیاگان زمینی ذهنی ملی دانسته شده منبعد آن را در رشد و نمای کشور استفاده خواهند کرد. بنابراین گفتن می‌سازد که نوبسته از اشغال نمودن موقعی معین در آزمون هر یک داوطلب برای خود به موفقیت رسیده است. برای دریافت اشتراکچیانی واقعا کتابخوان هیئت حکمانی نقطه سنج به برآمد داوطلبان بهاگذاری نموده آنها را از جهت خاطره، نزاکت سخن، زیرکی، آماده نمودن دفترهای انفرادی سنجیدند. باید تذکر داد که برای انتخاب غالبان محض قرار هیئت حکمان مهم دانسته می شود. من بعد برای اشتراک در دوره نهایی آزمون غالبان دوره سوم را خط گرفتند. آزمون جمهوری فروغ سپیدانه کتاب است واقعا به هدف نهایی خود رسید. امروز ما از بین اشتراکچیان بهترین نفرانی با استعداد، چهره‌های نوی سخنور و سخندان، نورسان و جوانان علمدوست و دانشمند را مشاهده می‌نماییم. این آزمون بار دیگر ما را به صفحه‌های بوی و رنگین تاریخی کتاب ملتمان از نزدیک آشنا کرد. در ترغیب وطن دوستی، خودآگاهی ملی، ارج گذاشتن به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی نقش بارز می‌گذارد. 18 آگوست سال جاری در کتابخانه عمومی به نام تاشخوجه اسیری شهر خوجند دوره ولایتی آزمون جمهوری فروغ سپیدانه کتاب است جنبست گردید. در نتیجه 90 نفر داوطلبان به دوره جمهوری آزمون را خط گرفتند. از این شماره 54 نفر خوانندگان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی، 18 نفر دانشجویان دانشگاه‌های عالی و میانه کسبی و 18 نفر آموزگاران و نمایندگان کسب و کاری گوناگون. و باید قید نمود که الکی داوطلبانی که به دوره جمهوری آزمون را خط گرفتند آمادگی خود را در نزد مؤسسات تحصیلات میانه عمومی، مرکزهای تحصیلاتی علاوگی، دانشگاه‌ها و در مرکزهای جماعت و دهات آمادگی خود را شروع نمودند و باوری داریم که غالبان دوره ولایتی آزمون در دوره جمهوری نیز دست بالا گردیده نفوذ ولایت سوخت را شایسته معرفی می‌نمایند. در روز نهایی دوره سوم آزمون جمهوری فروغ سپیدانه کتاب است معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان و معاون رئیس ولایت سوخت برای در سطح بلند و شفاف و عادلانه جنبست کردن آن به هیئت حکمان و کمیته تدارکات دوره ولایتی آزمون اظهار سپاس نمودند. به هر یک آنها در وضعیت تنتنوی سپاسنامه، افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حاکم دولت ولایت سوخت سپرده شد.